ما براتون قصه مادر خودم میخوام شریک کنم. چندین سال پیش ما طرف جلال آباد میرفتیم و ما خودم تانستم که نماز بخوانم، لیکن با مادرم جای نبود که نماز بخوانه. امروز الحمدلله با کمک دوستا و کسایی که مثل شما ویدیو رو میبینن ما یک مسجد جور میکنیم و این مسجد عام نیست. این مسجد دو منزله است، یک منزلش به مردا و منزل دومش به انشالله به خانما. و این مسجد تشناب هم خواد داشت، کمود خواد داشت، جای وضو خواد داشت، به هم به مردا هم به زنا. و منزل بالاش انشالله زیاد شیشه کاری خواد بود که مادر عزیز ما، خواهر عزیز ما بتونن ببینن منظره این منطقه را. و این مسجد میفهمین که کمک مثل شما مردم نیاز است که ایره جور کنیم. اولین ما پلان داشتیم که یک منزل جور کنیم و با خانما هم یک جای بر جور کنیم، لیکن دیدیم که نه، مقبولی دی نخواد بود که ما مثلا یک منزل جور کنیم، مقبول دی خواد بود که ما دو منزل جور کنیم انشالله. و به فیصله شده. و می خاطر برادر خواهر عزیز ما، شما که هر مقدار یعنی یک خشت در این مسجد بانین یک چیز بسیار عظیم است. همین موضوعی که خودت مشنوی، همین موضوع بسیار موضوعی کلام، بخاطر الله شما را انتخاب کرده که ایره شما ببینین و یک سرش عمل کنین. و این بسیار یک مشهور حدیث است که کسی خانه جور کنه به الله در دنیا، الله به وجود جنت خانه جور خواهد کرد. هر مقدار جمع کردی، هر مقدار که میتونیم امروز فامیل صحبت کنی بسیار نیاز است. دیگه یک خش، یک بوجه سمت، سیخ، هر چیزی که میتونین ان شاء الله پیش بیاین و امروز فامیل صحبت کنین. خودتان این مسجد در راه کابل جلال آباد است، لغمان، کنل، نورستان و همچنین پاکستان در این راستا. و ببینید که پایتخت ما یعنی زیاد مردم میرن، خصوصا کدام خرابن میباشه، هزارا مردم دیگه میباشن و هر انسان دیگه نماز میخونه، وضو در هر چیز میکنه. خصوصا خواهر عزیز ما خودت اجر میگیری. به این خاطر ما تقاضا دارم که ویدیو فقط بند نکنی، سرجک عمل کنی. میتونی شماره رو ببینی، آنلاین دونیشن کنی، آفلاین، لیکن این پیغام یک چانس طلایی از دست ندی و پیش بیا. ببین یک خش، یک سمت و سیخ، هر چیز که میتونی، مقدارش مهم نیست، فقط چی مهم است که حرکت کنی. ان شاء الله ما تماس بگیرین، شماره دیگه هست و این مسجد باید جور شه، به خاطر واقعا نیاز است.